سوره را به نام سوره سبع یاد میکنه. سبع یک قوم است، نام جای هم است که در یمن بوده و بسیار جای زیبا و مردمایی بود که استعداد خیلی زیاد داشتن. از او خاطر الله از یا یادآوری میکنه. درس بزرگ عبرت برای ما و شماست. چرا قومی بود که الله نعمت داده بود خو نعمت در جایش استفاده نکرد، شکرگزاری نکرد و در کدام حالت زندگیشان تبدیل شد. چون واقعی از یا خیلی مهم است، کل سورت به نام سوره سبع معرفی کرده. 58م سورت است که قبل سوره زمر و بعد از سوره لقمان نازل شده. چون سورت مکی است، اکثر بحثش از عقاید است، از توحید الله، از نبوت پیغمبر و از مسئله میعاد، یعنی مسائلی که تعلق با آخرت داره. ارتباط این سورت قط ما قبل، در ما قبل الله تبارک و تعالی در سوره احزاب تعظیم پیغمبر علیه السلام، عظمت و بزرگی پیغمبر بیان کرده بود. در اینجا الله تبارک و تعالی مسئله توحید الله میعاد باز اعاده میکنه. چرا؟ به خاطری که امی بیانات توسط پیغمبر بر ما شده و ما باید او را بپذیریم. پذیرفتن این مسائل تعظیم و احترام پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. سورت‌های مکی کلش همینطور است که موضوعات اربعه که عبارت از توحید، رسالت، صداقت قرآن و اثبات روز قیامت بحث میکنه. خو این سورت خصوصیت دیگه داره که الحمدو در سرش ذکر شده و قرآن کریم نظر به رأی امام رازی رحمت الله علیه در 4 حصه تقسیم میکنه. حصه اول بیان خالقیت الله تبارک و تعالی است. حصه دوم که سوره انعام شروع میشه او بیان ربوبیت الله میشه. حصه سوم که سوره کهف شروع میشه تا اینمی سوره صبر، اینجا بیان رزاقیت الله میشه. از این به بعد بیان احوال قیامت است. از این خاطر سورتایی که بعد از این سورت میایه کلش اکثریت بیان حالات قیامت میشه. البته بعد از این در سوره فاطر باز کلمه الحمد میایه اشاره به این میکنه که تا سوره فاطر زیادتر توجه یا ترکیز مضامین قرآن بالای نفی شفاعت قهری است. شفاعت قهری مانا که الله نازدانه داره و میتونه همون نازدانه که سر الله بعضی گپا را بقبولانه. الله اینمی نظریه را رد میکنه، مثل که حال اکثری مردم در این نظریه مبتلا است. و بعد از او باز حالات قیامت بعد از سوره فاطر ذکر میشه. در اول سری از هم الله تبارک و تعالی دلایل توحید خود ذکر میکنه. چرا؟ صفات الله را ذکر میکنه که در مخلوق صفات پیدا نمیشه. بعد از این نتیجه گیری شود که الله مستحق عبادت است، کسی دیگری نیست. کل اختیارات در پیش الله است. الحمدلله، کل صفاتای کمال برای الله است. همون صفاتی که در قرآن آمده، همون صفاتی که در حدیث برای الله ثابت شده، کلش لله مخصوص الله است. پس معلوم شد که صفات معلوم دار است. کل صفاتای الوهیت برای الله است. مراد از صفات الوهیت است. صفات الوهیت زیاد است که در قرآن در حدیث آمده، لیکن مرجع تمام صفات دو صفت است. یکی صفت قدرت و کارسازی تکوین که برش میگه، سر هر چیز الله قدرت داره در هر وقت. دوم صفت علم محیط، در هر وقت در هر جای بالای هر چیز کلی باشه جزئی، در هر زمان الله تبارک و تعالی علم محیط داره، هر چیز به الله معلوم است. در الحمدلله به دو صفت اشاره است که کل صفتای کمال برای الله است، یعنی قدرت و تکوین، کارسازی، علم محیط. الذی ذاتی که له ما فی السماوات، در اختیار الله است آن چیزی که در آسمان هاست، و ما فی الارض، آن چیزی که در زمین است. تمام نظام آسمانی و زمینی مکمل در زیر اراده الله تبارک و تعالی منتظم شده، برقرار شده، کلش زیر نظام الله قرار داره. و له الحمد، برای الله صفتای کمال است. فی الاخرت، در آخرت. در دنیا هم صفتای کمال است، در آخرت. چرا خصوصی آخرت ذکر میکنه؟ بله صفتای کامل برای الله در آخرت خوب نمایان میشه. چرا؟ در دنیا خب بعضی توانایی و قدرت ها را الله برای بعضی کسا داده، خدا آخرت همین کلگی گوشا خلطه است. کلگی میدانه که واقعا کل اختیارات است کی بوده. چرا اینجا خود دعوا مردم میکنه که شیخ عبدالقادر جیلانی وی کسایی که مرده بود، زنی که بچهش مرده بود که زد صندوق تن او بچه را خود چی میکنی؟ هزارها ارواح پس رفته چی کالبوتایشان زنده شده. میتونه خو اینجا بری خودی از یا نمایان میشه که نه پیغمبر، نه شیخ عبدالقادر جیلانی، نه ولی، نه جن و انس بدون اذن الله تبارک و تعالی
حرکت کرده نمیتونه. قرآن امیر میگه و هو الحکیم الخبیر، الله حکیم است، چرا قدر اختیارات کل مکمل برای خود خاص کرده و چطور انتظام الله تبارک و تعالی در جهان برقرار ساخته آسمان و زمین به خاطر حکمت است، در کل از یا مصلحت و حکمت است. الخبیر، از تمام چیزایی که در آسمان و زمین است الله خبر داره، چی کار میکنه، چی چیز برش خوراک است، چی چیز مناسب است، چه قسم حرکت بکنه، کجا زندگی بکنه، کلش در اختیاری کیست؟ کسی دیگر اینطور صفت داره. یعلم ما یلج، میدانه آن چیزی که داخل میشه فی الارض، در روی زمین. تخمار اگر در زمین میپاشانه، نباتاتی که در زمین است، معادنی که است، مرده هایی که است، کلی ازی که در زمین میره، دانه باران که داخل میشه، کلش الله میدانه. و ما یخرج من، آن چیزی که از زمین میبراید، درخت است، نباتات است، آن چیزی که از زمین میبراید، تیغای گیاه است مکمل. و ما ینزل من السماء، آن چیزی که پایین می از طرف بالا، فرشتگان است، احکام الهی است، باران است، کلی از یا. و ما یعرج فیها، آن چیزی که بالا میره و فیها، در آسمان، ملائکی که آمده برای حفاظت یا برای اول بردن موت پس بالا میشه، یا اعمال نیک موت بالا میشه، یا ارواح مؤمنا بالا میره، کلی از الله میدانه. و هو الرحیم الغفور، الله زیاد رحم کننده است. یعنی همه رونق زیبایی دنیا را که الله داده آثار رحمت الله تبارک و تعالی است. الغفور، بسیار مهربان است، بنده هایش در دنیا بسیار گناه ها میکنه، خو الله زود نمیگیره. و قال الذين كفروا، گفتن کفار، این علامات بزرگه که الله نمایان کرد اینجا بر ما بیان کرد، تقاضای ازیره میکنه که بالکل انسان بدانه که پشتی سر ما حتما جهان دیگه است که او به نام جهان آخرت یاد میشه و حتما در اونجا حساب و کتاب هم میشه. چرا این دنیا را الله هدر پیدا نکده، بی مسئولیت پیدا نکده، حتما پشتی سر یک گپ داره. خو لیکن کافرها چی میگه؟ و قال الذين كفروا، گفتن کفار، لا تأتینا الساعه، قیامت نمیآید. قل بگوی پیامبر اسلام، بلا، چرا نمیآید؟ و ربی، قسم به پروردگارم، لتأتینکم خامخا میآید براتان امی قیامت، میاره امی قیامت کی؟ عالم الغیب، او ربی ما که عالم غیب است، همه چیز به او معلوم است. اینطور فکر نکنی کارا و کردارایی میکنی این کل شکست نمیبینه. الله عالم الغیب است، همه به الله معلوم است. لا یعزب عنه مثقال، غایب نمیشه، گم نمیشه از پی الله، مثقال ذره، به مقدار یک ذره، فی السماوات، در آسمان، اگر خوب است اگر بد است، ولا فی الارض، نه در زمین، ولا اصغر من ذلك، نه خردتر ازی، ولا اکبر، نه بزرگتر ازی، الا فی کتاب مبین، مگر در کتاب آشکارا مکمل است. کتاب آشکارا، کتاب آشکارا لوح محفوظ است که همه چیزا قبلا همونجا درد شده و بعد از اون مطابق از او واقع میشه، در علم الله تبارک و تعالی وجود داره. لیکن تخته آشکارا امی دنیا هم است، امی دنیا هم تخته آشکارا است. چرا آشکارا است؟ آوازی ما، عملی ما به نزد ما معلوم نمیشه که البته تیر شده، غایب شده، اما به نزد الله کلش چی است؟ ثبت است، موجود است. تحقیق جدید آلی و ثابت کرد که آوازها مکمل در فضا وجود داره، خودتان تفکیک نمیشه که آوازی کدام طایفه در کدام تاریخ است، وگرنه مطلق کلامی که از زبان ما میبره در فضا وجود داره، این از آدم علیه السلام تا امروزه. از او خاطر این دنیا را ما لوحی چی گفته میتونیم؟ مبین گفته میتونیم. توستی که طور فکر میکنی که نیست، هست، مکمل ثبت است. بله، انکار از میعاد، از آخرت چرا مردم منکر میشه؟ ایره مردم دینگریز میگه. کسایی که بنده هوا و هوس و عیش پرستی است و هیچ وقت نمیخواه که پشتی سر داد و حساب داشته باشه. نه، میگه ما آزاد و مستقل، هر چیزی که طبیعت ما میخواه بکنیم، بخوریم، هر چی که میکنیم. امی مردم همیشه از آخرت چیست؟ منکر. چرا؟ یا خود ترس داره. خب ما میگیم عقل تو عجیب است، از این طور موضوع انکار میکنی؟ سالانه هر سال بری تو الله تبارک و تعالی حالات قیامت پیش میکنه که زنده شدن بعد از مرگ چطور است. گیاه ها را میبینی که زمستان میشه یک دم برف است، هیچ چیز دیده نمیتونی. بهار میشه دنیای سبزجات و درختها را تو مشاهده میکنی در دشتا و بیابان. ایره کی میکنه؟ او چطور نباشه وجدان تا میره
اجازه نمیده که توی قدر محنت و زحمت در دنیا میکشی و پشت سر دی چیز نباشه. دو، اگر مراد از دنیا پایان شدن عمری ما باشه که دیگه زندگی نمیکنیم، آدم خزاره کف میشه که مرگ پشت ما آمده رایسته، خلاص دیگه تو چی بکنی؟ بازیش دمی دنیا کار نمیکنی. نه، آخرت تو را امید میده که تو انسان دایمیستی. در اینجا فقط کالبدت از بین میره، روحت زنده است و اونجا محاسبه صورت میگیره، در زندگی جاودانی میری. آخرت است که حرکت میده انسان به اعمال نیک و منع میکنه از چی؟ اعمال بد. تو را نمیگذاره که اعمال بد بکنی. چرا؟ عقیدت است که آخرت آمده نیست، حساب و کتاب است. الله از او خاطر اینجا میگه لیجزی الذین آمنوا، میاره قیامت الله تبارک و تعالی به خاطر که پاداش بده الله کسانی را آمنو که ایمان داشتن، عقیده داشتن او زندگی خیلی پر مصیبت و تکلیف و رنج بود و عمل الصالحات، مکمل عمل صالح انجام دادن. دیگرها خواب میکردی تهجد میخوان، دیگرها خواب میکردی نماز میخوان، دیگرها میخورد روزه میگرفت، دیگرها بدی میکرد مال مردم میگرفتی به مردم میداد. حالی فرق ده بین همین مردم شوه. کدام وجدان سلیم قبول میکنه که دو نفر که یکی به مردم میده و یکی از مردم دزدی میکنه، هر دوش یک رقم پاداش داشته باشه؟ کلا قطعا. اولئک لهم، اینطور مردم ها برایشان مغفرتون، بخشش است، و رزق، روزی و خوراک است، کریم، معزز، عزتمند روزی. چیز ده که شایسته است، خیلی زیبا، بی محنت، دائمی. والذین سعوا فی آیاتنا، و کسانی که کوشش میکنه فی آیاتنا، در مقابله و شکست دادن آیاتای ما، دلایل توحید ما را نفی میکنه، نمیگذاره که عقیده توحید چی شوه؟ جا به جا شوه. اینطور مردم ها معاجزین، مقابله کنندگان است امرای الله. یعنی اینطور فکر میکنه، گمان داره که ما خود خلاص میتونیم از الله. الله چی میگه؟ اولئک، اینطور مردم ها، لهم عذاب، برایشان عذاب است، من رجز علیم، از عذابی که خیلی درناک است. رجز عذاب خیلی سخت میگه. چرا؟ یا بجای از اینکه از نشانه های قدرت الله دلیل بگیره برای وحدانیت الله و الله را بشناسه، هنوزم چی میکنه؟ نعوذ بالله مقابله میکنه که مردم عقیده توحید پیدا نکنه، مردم الله را نشناسه. اینطوری مردم افسوس است. امروز مسلمانای ما شما ببینید مقابله امیر میکنه، مردم اما ما به توحید الله دعوت میدیم، این مردم میگن نه 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 نه، در درس ازی شریک نشوید، در ساقتشون نباشه که در بدر میشه. از عقیده توحید الله من نمیکنه، مرکزا را نمیگذاره که آباد شود. در کدام جایی که تقاضای خودی مردم پیدا میشه که بیا یک ساعت اینجا درس بگو، مردم پیدا میشه میگن نرو نرو، اوی را نمانید اینجا. چرا؟ به خاطر که باز مردم توحید الله را یاد میگیره، بعد مردم توحید الله را یاد نگیره، الله را نشناسه. والذین سعوا فی آیاتنا، کسانی که سعی میکنن درباره شکست دادن دلایل توحید ما، از بین بردن از او، معاجزین، خیال میکنه که معاجز کننده استیم، الله را از پیشش خود خطا میدیم. الله میگه دروغ میگه. اولئک لهم عذاب، اینطور مردم برایشان عذاب است، من رجز، از عذابای علیم دردناک. و یری الذین اوتوا العلم، میبینه، عقیده دارم، میفهمه کسانی که اوتوا العلم، علم برش داده شده، الذی، اونمو علمی که انزل الیک من ربک، مراد از علم یعنی او کتابی که انزل الیک، نازل کرده شده به سوی تو، من ربک، از جانب پروردگار، هو الحق، اونمو حق است. کسایی که علم برشان داده شده، کدام کتابی که سری تو نازل کرده شده، قرآن، یا از جانب پروردگار است و همی حق و راست است. علمای اهل کتاب، بعضی مفسرین میگه مراد علمای اهل کتاب است. نه، دانشمندا و اندیشمندا، کسایی که متفکرین است، تحقیق میکنه، بررسی میکنه حالات دنیا را، چهار اطراف دنیا را، و میدانه که همین نظامی که پیغمبر علیه السلام آورده، قرآن که بیان میکنه، همین حق است. با هزارها دانشمندای اروپایی سر از این موضوعات مکمل تحقیق کرده و اعتراف کرده که نظامی که آورده قرآن همین حق است، ایمان هم میاره. هر دانشمند هر تاریخ امتیازات یا او باریکاتی که قرآن بیان میکنه برش بالکل انگشت دندان میگیره که خو از کجا شد، این علم از کجا شد، این را کی بیان کرد. خود به خود اعتراف میکنه که کلام الله است. و یهدی الی صراط العزیز الحمید، هدایت میکنه به طرف راهی که العزیز، رای و ذاتی است که بالکل زبردست است، کسی مانع شده نمیتونه.
الحمید که ستوده شده، اگر کسی او را ستایش هم نکنه ستوده شده. و قال الذين كفروا گفتن کفار هل ندلکم، ببین شبهاته چه قسم مردم ما نمیکنه. گپای پیغمبر علیه السلام، دعوت پیغمبر تاثیرگذار نشوه، از راه های تبلیغات میکنه که در ذهن مردمای یک کمی ضعیف خوب بشینه. چی میگفت؟ مردم ما و شما خو ریزه میشیم، خاک میشیم، چطور باز ما واری انسان جور شویم؟ خب بدبختی قدر فکر نکرده که تو اولم ریزه بودی، اولم بالکل ریزه قطره منی تو در عضو وجودی پدر و مادرت پراگنده بود. خود چطور پیدا کرده؟ و قال الذين كفروا، میگویند کسانی که کافر است، هل ندلکم، شما را خبر بدم، راهنمایی کنم، علی رجل، بالای یک مرد، نکره ذکر میکنه برای تحقیر، یک مردک تعظیم برش نمیکنه. ینبئکم که شما را خبر میده، اذا مزقتم، در آن وقتی که پراگنده پاره شوه، پاشیده شوه، کل ممزق، به انتهای پاشیدن، یعنی اینقدر ریزه که دیگه دیدم نشوه. اینکم یقینا شما لفی خلق جدید، در پیدایش نو هستی. شما قبول دارید تور گپا؟ آیا به قصد و دارای عقل جور کده بالای الله دروغه؟ ام بهی جنتون، یا دیوانه است؟ بدون قصد و عقل این گپ از دانش برآمده. یعنی توری گپ خو غیر از دیوانه از دیگه کس نمیبره، الا ای که قصدن سری الله دروغ جور میکنه. صحیح کو؟ این بدبختا الله را میشناختند. سری الله دروغ جور کردن جنایت بزرگ میشمردن. از خاطر پیغمبر میگه که جور کده بالای الله دروغه. بل الذین لا یؤمنون بالآخرة، الله میگه نه، اردو مسئله غلط است، نه جنون سرش است، نه بدروغ از جان خود جور کده، بلکه او کسانی که ایمان نداره بالآخرة، با آخرت، فی العذاب و الضلال البعید، در عذاب هم است، در گمراهی خیلی دور است. مراد از عذاب مفسرین بعضی عذاب آخرت گرفتن، نه، فی العذاب، دمی دنیا در عذاب است، پریشان است، روحشان اجن و اطمینان نداره. چرا؟ به خاطری که یا میگه که اینمی مرگ آمده است، بسیار هراسان از مرگ است، او ما میگیم نه، مرگ آغاز زندگی جاودانی ماست، ما بیخی از بین نمیریم. افلم یروا الی ما بین ایدیهم، آیا نمیبینند به سوی آن چیزی که در پیش رویشان است؟ مراد از پیش زمین است، چی؟ آسمان است. و ما خلفهم، و آن چیزی که پشت سرشان است، این مراد از پیش زمین است که پشت سر تشریح میکنه. من السماء، از آسمان، و الارض، از زمین. آسمان در پیش رو داره، چرا؟ دستی دیده میشه، آدم که میتونه نظر کنه اون آسمان دیده میشه، او زمین چون که پایین ببینی باز برات معلوم میشه. از خاطر و ما خلفهم گفته. من السماء و الارض، از هر طرف، یعنی از طرف آسمان و الارض، زمین که از هر طرف احاطه کرده شده. ان نشأ نخسف بهم الارض، الله میگه اگر ما بخوایم فرو میبریم بالایشان الارض، زمینه، او نسقط علیهم کسفا، یا مندازیم بالایشان کسفا، پارچه ها، قطع من السماء، از آسمان ها را. نمیبینند، این تفکر نمیکنه. ان فی ذلک، یقینا در اینمی که زمین در زمین غرق نمیشه، از آسمان ټوټه ها نمیفته، لآیتا، عبرت کامل است، لکل عبد، برای هر بنده، منیب که انابت داره، تعصب نداره، عناد نداره. اینمی طور آدم بالکل میفهمه عبرته. چرا؟ زمین مکمل احاطه کرده، بالای کوههای آتش فشانی، درون زمین چیزای مذابی است که یک دفعه انفجار میکنه. اگر الله تبارک و تعالی همیشه همینطور میکرد، مثل ژاپن وارد یک منطقه کسی زندگی نمیتونه، همیشه همینطور آتش فشان ها میشد، کسی در زمین زندگی میتونه؟ آسمان، سنگای بالایی آسمانی میه که قوی جاذبه اونجا جذب میکنه و نمیگذاره که در زمین برسه، بلکه خاکستر میگرده. اگر الله تبارک و تعالی فضا را به اون سیستم جور نمیکرد و هر دفعه سنگای آسمانی میآمد، اینجا ما زندگی کرده میتونستیم؟ کلا، قطعا نه. چرا در این نظر نمیکنه که الله چی موقع زندگی را برش داده؟ روز فرا میرسه که اونمو قوت ها مکمل در هم میشه و همو سنگا میرسه و همی زمین انفجار میکنه. او تو روز رسیده نیست، چرا یا فکر نمیکنه؟ ولقد آتینا داوود منا فضلا، یقینا ما داده بودیم به داوود علیه السلام از جانب خود، فضلا، احسان، بزرگی، مراد از پیشش نبوت هم است، پادشاهی هم است، معجزاتی که الله به داوود علیه السلام داده. یا جبال اوبی،
ای کوهای ما اوی بی شما خوشوازی به خوشوازی بخوانه معهو امرای داود علیه السلام و الطیر مسخر کرده بودیم پرنده ها را هم به آوازخوانی امرای داود علیه السلام و لنا له الحدید و ما نرم کرده بودیم برای داود علیه السلام الحدید آهنه. الله تبارک و تعالی ذکر داود علیه السلام و پسرش سلیمان علیه السلام در اینجا میکنه. برای چی میکنه؟ الله تبارک و تعالی میفرما این بندگان الله بود، الله نعمتای وافره برشان داده بود، لیکن با کمال بندگی به الله میکردن. این مردمی بود که از نعمت دادگی استفاده درست کرد. کفار از نعمت دادگی استفاده درست نکردن. الله اعضا برای ما داده، عقل و استعداد داده، به این خاطر که تفکر در کائنات الله بکنیم و این موجب ازی شود که الله را بشناسیم و شناخت الله موجب بندگی الله شوه، معرفت الله شوه، که ما رای را انتخاب بکنیم که سبب سعادت ما شوه. داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، الله که نعمت ها داده شخصیتایی است که واقعا نعمت در جایش استفاده کرده و بندگی الله را کرده. یک. دوم، بعضی مردم ها شبهه میکنه، میگه سعی کنه کل چیزها خود اختیار الله نیست. داود علیه السلام خیلی طور معجزه داشت. چرا؟ آیینی سخت در دستش مومواری بود، کوها قطش زمزمه میکرد وقتی که تلاوت میکرد زبوره، پرنده ها میکرد. پس او هم یک چیزی قدرت داره. اینطور نگو که اولیاء چیز نمیتونه، حالی که مثلی که مردم عوامی ما نمیگه اولیاء هم چیزی داره. الله جواب میده که کلی از یا به اختیار کی بود؟ الله. چه رقم؟ میگه ولقد آتینا، ما داده بودیم داود علیه السلام من از جانب خیش. این کمال داود علیه السلام نبود، قدرت مستقلی کی داود علیه السلام نبود، ما داده بودیم. فضلا احسانات، هر نوع احسانات که میبینی ما داده بودیم. یا جبال، ما امر کرده بودیم کوها را، اوی بی که کوها اوی بی خوشوازی بکنه، خوشخوانی بکنه، معه امرای داود علیه السلام. و الطیر مسخر کرده بودیم پرنده ها را دوازخوانی. کلش کاری کیست؟ الله تبارک و تعالی. و علنا له الحدید، نرم ساخته بودیم برای داود علیه السلام الحدید، بدون از اینکه دا آتش و کوره بگذاری، همونطور نرم بود. سختترین چیز کو، سختترین چیز چیست؟ آیین. آیین در دست داود علیه السلام نرم، کاری کیست؟ بندگان خود الله تبارک و تعالی هشدار آگاه میکنه که ای بنده ها، مؤثر حقیقی در تمام چیزا چیست؟ الله. اگر چیز سخت است، سختی را کی درش انداخته؟ اگر چیز نرم است، کی درش انداخته؟ اگر چیزی آواز میده، کی برش قدرت داده؟ الله. ان اعمل سابقات، او بنده الله بود، اینطور نبود که مستقل کارساز بود. ما برش امر کرده بودیم، فرموده بودیم ان اعمل، که کار بکن، سابقات جور کو. اعمل اینجا به معنای بساز، سابقات ذریعه های گشاده را، یعنی ذریعه گشاده یعنی در برگیرنده را که کلی بدن بپوشانه. و قدر فی السرد، اندازه را مراعات کو، فی السرد ده حلقه بافیش، حلقه ها را که می بافی خیلی وسیع نباشه، خیلی قیدام نباشه، متوسط باشه که شمشیر و ایگپا سرش کار نکنه. و عملو صالحا، او برشان گفته بودیم که عمل بکنه، عمل نیکه، عمل نیک که به خاطر رضای الله باشه و به نقشه پیغمبر، یعنی امو رقم که الله دستور داده اینی بما تعملون بصیر، ما با آن چیزی که شما انجام میده بیناستیم. داود علیه السلام پیغمبر است، اینطور معجزه را الله برش داده، لیکن بندگی کی را میکنه؟ الله را. با یک الله چیست محتاج است، بندگی الله را میکنه. دوم، الله این چیزا را داده بود، این ده چی چیزی را در کار درست انداخت یا غلط؟ بله، الله وقتی که آیین برش چی کرد؟ نرم کرد، اسباب جهاد جور کرد به خاطر مقابله کفار. هر مؤمن بنده الله کدام نعمتی که در دسترسش میرسه بعد از این نعمت استفاده درست بکنه، مثل داود علیه السلام و مثل سلیمان علیه السلام پشتی سرش. ولی سلیمان الریح، مسخر کرده بودیم، رام کرده بودیم به سلیمان علیه السلام الریح باده. پس کسی گمان نکنه که سلیمان علیه السلام مستقل است، میتونه یک کارساز است، این طوری کارا داره. نه، ایره کی مسخر کرده بود؟ الله. غدوها شهرون، که منزل صبحش یک ماه بود، یعنی یک ماه را طی میکرد. و رواحها، منزل شام از یام شهرون، یک ماه را طی میشد. و اصلنا له عین القطر، ما روان ساخته بودیم برش عین القطر، چشمه مس گداخته. مس بود، این طور سخت نه، مثل آب واره. و من الجن، مسخر کرده بودیم از جنیات برش، من یعملو، کسانی را که عمل میکرد بین یدیه، در پیش سلیمان علیه السلام، به اذن ربی،
و خودش توسط سحر تابع نکرده بود. کی او را فرمان داده بود؟ تابع کرده بود الله. به اذن ربی، به حکم پروردگار. و من یزغ منهم، کسی که سر باز میزد منهم از همین جنیات، عن امرنا، از امر سلیمان علیه السلام که امر الله تعالی است. امر پیغمبر امر کی می باشه؟ الله. نزقه میچشانه من عذاب السعیر، از عذاب شعله زن، از عذاب آتش گرم. این جنیات ما میسوختاندیم. یا در اینجا در آخرت یا است که در دنیا الله ملک موظف کرده بود که کدام سرکشی میکرد امو ملک او را چقمقی آتشی میزد قطع شد. یعملون له، که می ساختن برای سلیمان علیه السلام آن چیزی را یشاء که سلیمان علیه السلام میخواست، من محاریب، از قلعه ها، مراد از محاریب بالاخانه های بلند است، و تماثیل یعنی نقش و نگارهای خیلی زیاد میکرد ولی البته بیروح، و جفان لگنای کلانه کل جواب به مثل اوزا، و قدور دیگای کلانه راسیات که در جای خود جابجا بود، انتقال دادن نمیشود. چرا؟ به خاطر که لشکری قوی داشت. اعملوا، امر کرده بودم که شما عمل کنه، آل داود، اولاد داود علیه السلام، شکرن یعنی به شکرگزاری عمل کنه، و قلیل من عبادی الشکور، خیلی کم از بندگان ما شکرگزار است. الله تبارک و تعالی برای سلیمان علیه السلام 3 چیزی برنامه حکومت مهیا ساخته بود. اول مثلا با سلیمان علیه السلام چیزای انتقالی بعد موظف ساخته بود که انتقال کنه از یک جای در جای دیگه در وقتی کم زود برسه، از حال رعیت خود خبر شود. دوم، افراد لشکری خوب منظم، او جنیات بود برش. سوم، چیزایی که از او اسباب و وسایل بسازه عین القطر بود. از همون خاطر هر دولت و حکومت وقتی که اینی قسم 3 قسم وسایل داشته باشه، یکی صنعت داشته باشه و یکی افراد خیلی وفادار داشته باشه که سرکشی نکنه، لشکر. سوم است که وسایل انتقال داشته باشه. این دولت قطعا چیسته در ملکش خلل واقع نمیشه. از همون خاطر اگر این 3 چیز تکمیل بود این دولت کامیاب است. به سلیمان علیه السلام الله تبارک و تعالی این گپا را داده بود. قرآن از سلیمان و داود علیه السلام به این صفتا یاد کرد که یا شکرگزاری کردن. سلیمان علیه السلام این قسم چیزا داده بودیم. اما تورات بر علیه ازی در مقابل داود علیه السلام او را یک پیغمبر عیاش، قاتل قماندانای خود که به زور نکاح میکرد زنای قماندانا را، سلیمان علیه السلام از ساحر معرفی کرده بود که کلی پاچایی خود به مبنای سحر میکرد. الله تبارک و تعالی رد بالای تورات کرد در اینجا و گپای بنی اسرائیل مکمل از بین برد. پس از او خاطر هر اوازه یا گپایی که مناسب حال داود و سلیمان علیه السلام نیست این کلش از بین بود، بلکه و مکمل بندگان الله تبارک و تعالی زیر فرمان الله و این همه معجزات بود که الله برش داده بود. اما و از اینمی چیزای دادگی الله بسیار استفاده درست کردن، یعنی از نعمت الله استفاده خوب کردن. از او خاطر الله برشان یاد کرد. در اینجا گپ دیگه که من محاریب و تماثیل، محرابای مسجدها را نمیگه، در اونجا بالاخانه را میگه. محراب در اون زمان نبود، محراب در زمان پیغمبر هم نبود، پسان پیدا شده. خلی که نگری را ما ضرور بدانیم بدعت میشه. اگر ضرور ندانیم این را بدعت لدین گفته میتونیم. فی دین نیست، در دین نیست، برای دین است. چرا؟ امام در اینجا که استاد شود مردم در صف زیاد جای میشه. اگر امام پشتی سر استاد شود یک صف بسته میگیره. دوم وسط معلوم از خود به خود، امام در وسط بعد استاد شود. سوم از دور که مردم ببینه مسجد میشناسه که اینی مسجد است. از خاطر این مصلحت را داره. چیسته این بدعت لدین گفته میشه. سیست اگر این کس ضروری بدانه بگویه که والا بی محراب نماز نمیشه، بازی بدعت فی دین جور میشه، باز بدعت از اون نارواست. دیگه در اینجا تماثیل صورت ها را جور کردن، نقش و نگار است. این مراد تصویرای انسانی نبوده. چرا که پیغمبر علیه السلام در یک حدیث میفرماید که مردمای سابق بودن هرگاه رجل صالح در بین از وفات میکرد برای از اون بنا میکردن چی را و جور میکردن صورتای از او را. از امو خاطر خودی سلیمان علیه السلام کارا را نمیکرد، بلکه مشرکین بعد از وفات صالحین این کارا را شروع کرده بود. خودی سلیمان علیه السلام کارا نکرده بود. و همچنان رد کرد که کسی قائل به این بود که سلیمان علیه السلام بنابر سحر سر جنیات حکومت میکنه. چرا الله تبارک و تعالی این جنیات برش چی کرده بود؟
در معجزش در زیر اسارتش آورده بود و تسلطش سرش ثابت کرده بود. اینمی گپ بود که مردم در روز زمان عقیده داشتن که جنیات علم غیب داره. الله تبارک و تعالی با این واسطه مسئله علم غیب هم از بین برد. فلما قضینا علیه الموت، هرگاه که ما مقرر کردیم فیصله کردیم بالای سلیمان علیه السلام الموت مرگ، ما دلهم نشان نداد، خبر نداد علی موتی بالای مرگش، الا دابت الارض مگر یک کرمی چوبخور که چوب میخورد، تاکل من ساعته که میخورد اما عصای زوره. فلما خر، هرگاه که افتاد سلیمان علیه السلام، تبینت الجن، معلوم شد برای جنیات لو کانوا یعلمون الغیبه، که اگر یا غیب میدانستند، ما لبثوا درنگ تیر نمیکردند، فی العذاب در عذاب، المهین خوار کننده. خب معلوم شد که جنیات علم نداشتند. سلیمان علیه السلام قبل از وفات خود دعا کرد به الله که یا الله تا 1 سال جنیات از ما خبر نشوه. یک هدفشی بود که مردم گمان داشتن که جنیات علم غیب داره، به مردم واضح شوه که نه. 1 سال سلیمان علیه السلام وفات کرده، خود تکیه در سر عصا کرده و گفته بود که در این اتاق کسی داخل نشوه. خودگیای شام ای گپ پټ کرد، پنهان کرد تا 1 سال جنیات کاروبار کرد. به مردم واضح شد که جنیات علم غیب نداره. اگه می داشت 1 سال بیگار کشی نمیکرد. دوم است که سلیمان علیه السلام بیت المقدس مسجد جور میکرد. کار دیگه خود تکمیل شده بود، بعضی کارهای ریزه مانده بود. از او خاطر که جنیات کارا را تکمیل کنه تا 1 سال خبر به جنیات نرسه. و در این حکمتای بزرگ الله تبارک و تعالی بود. از او خاطر اشاره کرد که سلیمان با اینمی قدرت آخرش رسید. و چی حتی تا 1 سال از سلیمان علیه السلام سری عصاچوب و عصاچوب چی میخوره؟ بگه کرمک. اینمی قسم یعنی قدرت های بزرگ الله میتونه به یک چیز خیلی ضعیف از بین ببره. مثل که پشتی سر واقع سبا میه که توسط موش بندای بزرگ الله از بین میبره. به انسان ها هشدار میده که انسان زندگی تو را الله به ادناترین چیز تباه کرده میتونه، از بین برده میتونه او آمده نیست. از او خاطر تیاری بگی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.